رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان خدایبرده خالق‌نظرов به ایران تهدید کرد که از رفتار دشمنانش پشیمان خواهد شد. او در صحبت با روزنامه‌نگاران دعوت رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محی‌الدین کبیری را به کنفرانس وحدت اسلامی که در تهران برگزار شد عملی دشمنانه خواند. خالق‌نظرov گفت از کشور دوست و همزبان ایران چنین یک عمل را انتظار نداشت و این کار ایران را خنجر از پشت نامید. واژه خنجر از پشت به ضربه از پشت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که زده شدن طیاره‌اش را از طرف ترکیه چنین نامیده بود شباهت دارد. رهبر مرکز تحقیقات استراتژی دعوت رسمی رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را خصمانه یعنی دشمنی نامیده ایران را تهدید هم کرده است که هر کسی با تاجیکستان دشمنی کرد پشیمان خواهد شد. شرکت رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در کنفرانس نام برده مقامات تاجیکستان را خیلی به تکاپو آورده است. هر روز خبری از ابتکار نوی حکومت تاجیکستان در قبال ایران نشر می شود. هفته دوم است که در مساجد امام خطیبان به ایران حمله می آورند و این کشور را پشتیبان تروریسم و تروریستان می نامند. نامه‌های زیادی از طرف زیایان نوشته شده در شبکه‌های اجتماعی و واسطه‌های دیگر اخبار عامه نشر می شوند که ایران را محکوم می کنند.